فکر کنم سلام علیکم، خوب باشید. در دبی هستیم، در منطقه المظهر که یک منطقه بسیار عالیه و میتونید بیاید هم حال بکنید و هم صبحونه خوشمزه بخورید در تری کافه که یک کافه فوق العاده است. نوشیدنی‌های بسیار خوشمزه‌ای داره، کرکتی دارن که میتونید بیاید. یک کرکتی خیلی خوشمزه. می‌سیز چطور بود؟ عالی بود، عالی. فوق العاده است کرکتیشون. آووکادو توست رو داریم. این بچه‌ها اسمش برجیه که در واقع مثل شکشوک میمونه ولی در واقع هندیه. اگ بندیکت رو داریم و بلالیت معروف و کیمای معروف هندی که میتونید بیاید اینجا صبحونه خوشمزه رو نوش جان بکنید. کلی گزارش داریم.